اینو اگه بگم تکان دهنده است و حالا اولین بار میخوام بگم، تا الان نگفتن. خب چه جالب. تا الان نگفتن چون راهی برای گفتنش پیدا نمیشد. فردی بود که خودکشی کرده بود. خودکشی این فرد به این صورت بود که با ماشین با سرعت زیاد خودشو پرت کرده بود در یک جایی که از بین بره. اونجا میگفت که با یک میله یا یه چیز شبیه به میله، یه چیزی که حالا نمیتونست خوب توصیفش کنه، هر چی میگفت میله نبود ولی یه چیزی عصا بود، چی بود. میگفت اینو دست من دادن اونجا و یک آتش عظیمی به این آهن وارد میشد، از طریق این آهن یا این میله منتقل میشد به وجود من وارد میشد. من هر کار میکردم این از دستم جدا بشه نمیشد، اون آتش نباشه نمیشد، فریاد. و هزاران سال یا صدها سال این اتفاق برای من اونجا رخ داد و نیامد در برنامه اینو بگه. میگفت گفتنش ایجاد اشکال تو زندگی شخصی میکنه. خب این بماند. من رفتم قم. یکی از مراجعاتی که به کارشناسان داشتم توی قم، دنبال این رفته بودم حدیثی وجود داره که کسی که خودکشی میکنه به همون شکلی که خودکشی میکنه، حدیث حضرت رسوله، تکرار میشه. یعنی اگر خودشو دار زده اونجا هی دار زده میشه، اگر خودشو غرق کرده هی غرق میشه، اگر سوزونده هی سوزونده میشه. یعنی کاری که انجام دادی تکرار تکرار تکرار، حالا خالدون تا کی خدا میدونه. یعنی خیال نکن یه لحظه دار میزنی تموم شد، تازه شروع شد. این اول دار زده شدن های، بعدم کار خودت انجام دادی، کار خودت دوستش داری، برو ادامه بده. حدیثو داشتم، خونده بودم قبلا، گمش کرده بودم، رفتم قم، گفتم که آقا گفتن فلانی خوب میتونه پیدا کنه. حالا هرچی نرم افزارم داشتم استفاده کردم، حدیث پیدا نداشت. آره گفتم فلانی متخصص پیدا کردن حدیثای گم شده است. رفتیم خدمتشون و اتفاقا منزلشون دعوت شدیم، رفتیم اونجا و ایشون آوردن گشتن، گفتن بفرما. آوردن خوندم، گفتم که این ترجمه فارسیشو به من داد. گفتم نه، عربیش این درست ترجمه نشده، دو قسمتش درسته، یه قسمتش ضعیف ترجمه شده، اصل عربیشو میخوام. گفت عربیش پایین‌تره، بیا پایین بزنی کلیک کنی میره تو صفحه عربیش. اینا آوردم پایین، کلیک کردم، رفت صفحه‌ای رو باز کرد که این نبود، یه حدیث دیگه بود. این عجایبی است برای خودم. این اتفاق چند تا عجایب داشت. حدیث دیگری که باز شد چی بود؟ ربطی به چیزی که من به خاطرش از تهران رفته بودم قم نداشت. حدیث این بود، میگفت اگر کسی خودش رو به وسیله حدیدی، آهنی بکشه و این آهن در دست او باشه، با همون آهن رو میدن دستش و آتش جهنم رو از طریق اون آهن وارد وجودش میشه. دقیقاً قصه همون روایت. دقیقاً. و من تنم لرزید اصلا. حالا جالب اینه که موقعی که اون فرد اونو به من گفته بود، گفتم اصلا ما همچین چیزی نداشتیم توی تجارب. عذاب من این بود که یه آهن دستم دادن، آتیش میخوره به آهن، از آهن میاد تو وجود من، اصلا یعنیش خیلی از نظر من پرت بود، یه چیز منحصر به فرد، بی همتا، یونیک اصطلاح قول انگلیسی. خب ما نداشتیم تو تجربه چنین چیزی، چطور ممکنه؟ و تردید داشتم بهش. حالا این تردید من چطور پاسخ گرفت، چطور جواب گرفت؟